مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که نیمه شب جمعه 26 ماه سال 2023 در حدود نویه یووان یک زن 36 ساله با دو کودک خردسالش که دخترش 15 و پسرش همگی 6 سال داشت زیر چرخ ماشین جیپ ماندند. در نتیجه صدمه هر سه جان باختند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی نیمه شب 26 ماه سال 2023 تخمینا ساعت 23:45 راننده افت تمغه BMW شعباز جان نظرعلی سال تولدش 1991 ساکن نویه یووان هنگام حرکت در کوچه میور از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگردان فرزانه رجب مراد سال تولدش 1987 علی مرادونا فیروزه سال تولدش 2008 و علی مردانوف انوشیروان سال تولدش 2017 ساکنان همین نویه را پخش نموده است. در نتیجه فرزانه رجب مراد، علی مردانوف فیروزه و علی مردانوف انوشیروان جراحت‌های وزن جسمانی برداشته متاسفانه هنگام به بیمارخانه دسترس نمودند در راه به هلاکت رسیدند. همچنین نیمه دوم روز 27 ماه سال 2023 تخمینا ساعت 18:00 راننده افت تمغه اوپل استرا امام فیروز سال تولدش 1985 ساکن نویه یووان در حالت مستی سر فرمان ماشین نشسته هنگام حرکت از سمت دهه چشمسار جماعت دیوت کلینن به سمت جماعت دیوت غیاس و نویه جامی در نزد کانال آبگذر دهه چشمسار از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده به کانال آبگذر چپ شده است. در نتیجه مسافر داخل این ماشین بابا خوجایف رجب مراد سال تولدش 1985 ساکن نویه یووان جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. وزارت کارهای داخلی گفت از روی این حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه ها پرخطر به شمار می روند. از اول ماه مای بر اثر صدمه ها در راه‌های تاجیکستان الکی نزدیک 40 نفر جان باختند. بنا به امور وزارت کارهای داخلی در سال 2022 بر اثر 1096 صدمه در راه‌های جمهوری 416 نفر به هلاکت رسیده، 1197 تن دیگر مجروح شدند.